مسجد آمدین از برای اطاعت و عبادت خدا که آداب و رفتار و رفتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاد گیرید. این چی بود است که 4 فرزند 5 فرزند تو عروس بازی کنی، تو عرق نوشی کنی، تو لط و کوف کنی، تو از خانه بیرون کنی؟ آیا دنیا به صاحبه؟ و خواهرای عزیز آن میلیسای سود کگبه دیگر روی شکایت کنی؟ او حق ندارد ترا با 4 فرزند از خانه پیش کنه. او خودش کی است؟ بسیار که از خدا کی نترسید با بنده های خدا از اینجا دلت تا کوبش کردن، بعد دستش پیش بر دیگه دستش کنده نمیشود. برای با هر یک ظالم با هر یک زور بالاش باید زور دیگه داره. این راهاش هم هست بعد که خیلی بدم ظلم نکن. در جا همون دخترها برادرای عزیز، شما خواهرها و اپای خودتون تصور کنید.